баъзе гурӯҳҳое ҳастанд ки корҳои ифлоси гурӯҳҳои ҷиноятпешаро иҷро мекунанд. онҳо хаткашонӣ мекунанд, маводи дархостшударо бошад ба ҷои лозима мерасонанд. ҳама гуна маводро ҳамин хел? айнан. ҳадаф инсон ҳам буда метавонад. маводи мухаддир низ, пул низ, ҳатто бомба низ шуда метавонад. ҳар он чизе ки ба ақлатон оварда метавонед. каме пеша хабари пинҳонӣ гирифтем. ягон хаткашон меояд? сардорам рости гап, моҳияти корро намедонем. танҳо дар вақти муайян ҷоеро ки хаткашон бояд ҳозир бошад медонем. яъне шахсият ва чӣ бурдани хаткашонро намедонем? афсус ки наметонем. вазъият рӯшан аст. аз ҳамин сабаб ин масъаларо ба қисми тақвият хабар додем. хаткашон кай ва дар куҷо мешавад? соати 2 дар вокзали ҳайдарпошо. ҳамаи медонистагиамон ҳамин. йигит, ту дастаҳоро омода соз. вақтамон хеле кам аст. итоат сардорам. бо диққат бошед. фаҳмидам сардорам. бехатарии гирду атроф тамин шуд? бале сардорам. вақташ расид. сардорам. шубҳанок наменамоянд. сардорам, ба фикрам пайдо шуд. ҳоло танҳо назорат кунед. дастгир накунед. сардорам, ҳамроҳаш силоҳ дорад. сардорам, ӯро дастгир кунем. ҳоло не. охир сардорам. ҳоло не йигит. танҳо назорат кунед. ایست پلیس. پلیس. خوشیگید با این آدم. خاله گفتم مراجعت کنیم. چی خیل پای بردید سردارم؟ بعد از آنه که پولش به زمین افتاد یک لحظه از لنگیدن ماند. از دستانش پای بردم که پیر نیست. نگرش چی؟ او را نیز بازدارید. بیاناتش را گیرید. این شخص به کسی که ما شبهه داریم احتمال ندارد. خیر کنی بینیم خاله همان چی میکشانده است.
موادی میبردد کجاست ابله؟ چی کار میکنی؟ سردارت کیست؟ گپ زن ابله. احتمال این آدم کارواگونگ است. یعنی چی خیلی سردارم؟ برای کارهای افلاس به فکرم بسیار آلفته می نماید. از لباسهایش یگان چیزی افتید؟ نه سردارم، چیزی پیدا نکردیم. اگر چیزی کشاندهاش در لباسهایش نباشد پس در بدنش است و ما نبریدش. تنها یک جای پنهان کنی دارد. کنی بینیم چی پنهان کرده تاعت است. سردارم. گرسنه نماندی؟ گرسنه نماندم سردارم. الو لبه رانا؟ خوب بینم آمده ایستادیم. خوب میلش و قهوه خانه کیراز رفته در آمد آوریم. خوب میشود سردارم. نوک شده شد. سیر آدم تا به دکانش رکلامه میشود. بیا همین هم ما رو انتظار بوده است. انا همین خیل. یعنی شروع میکنی؟ بله سردارم، همین هفته شروع میکنم. چی میشود نمیدانم. میتوانی. رانایی را که من میدانم از عهده این کار بنهایت آسان میبراید. تشکر سردارم. یعنی اکنون با تلویزیون میبرایی ها؟ روزنامه چی؟ از کاری روزنامه شد نیستم هنرپا. از آنجا میبرایم. غریشتتی کار میکنم. بعضا خبرهای مخصوص آماده میسازم. خیر با تلویزیون که برآمدی از این پس مشهور میشوی. چیش کن؟ هم خیلی نیگید؟ الو مرکز در کجای حاضر؟ میدانید سردارم. در دوری های خیالم. بخیر شود. سلامت باشید سرکمیسر. انا همین خیل. این طور که باشد جشن میگیریم. امروز یک چیزی مخصوصی تیار کردم. کیراز این خیل نکن. نباشد ما شعبه ما رو با کلی به اینجا میکوچونیم. خیلی نخست رویتان رو بیشتر میبینیم. رویم رو؟ خوردن این چیزهای بالازد را دوام دیم. به نزدیکی تنها اشکنبه هم رو میبینید. برای آمدنتون تشکر زیاد. برای دستگیریتون هم. با موافق شدنت باوری دارم رانا جان. البته اگر رانا پلیس میبود از همه ما بهتر میشد. این نشانی 100%. سردارم گفتید البته کدام وقتی که یگان واقعه رخ دهد زند قریب که از ما پیشتر در جای واقعه حاضر میشود. خودشان کمی حریصن. در برابر این مشتهایشان رو خیلی خوب کار میبرم. در آمد نام برنامه چی میشود؟ جای رویدادها. محض برای تو ده خدا موفق کند. در برنامه اول چی هست؟ مسئله بازیچه فروشی که آزمدچیر بر روزنامه آورده بود و مرگ او و باز دنیای نامعلومی بچه های کوچه. با کار ما دخالت نمیکنی؟ نه سردارم، تنها در دوره خبرنگاری مبود اگر یگان. خوب خانم ها ما رفتیم. نجیبه که از این پخت و پز نچشید. واقعا خوراک. برایتون چای میارم. اگر باشد من یک قهوه ترکی نوشم. آدمان مختلفن چیکار میکنی؟ قهوه نداری؟ این طور باشد در کل میرم. بیا سردارم بیا یکت. شخص شبهناک از معاینه گذشت. نتیجه؟ چطوره که گفتید آدم کار و گم بوده است. برای پرسش یگان کسی زبان اشاره رو میدونسته که رو یابید. خوب شده سردارم. چه بوده است معلوم شد؟ در جای شرمی بدنش پنهان کرده بوده سردارم. این چیست؟ فلش دیسکی 2 گیگابایت. در داخلش چی بوده است؟ سردارم من این چیزها را آنقدر صرفم نمیروم. متخصص این کار نیازی است. بخیر است. بسنده است نیازی. همگی یک نواری 6 دقیقگی است. این را تنها 1 ثانیه اش نیز آدم را نیست و نابود میسازد. شخصی در نوار بوده؟ بله سردار، آدمی مشهور آلکان ارتکین. و طور پنهانی به نوار گرفته شده است یا اینکه؟ بله سردار، با فکرم جناب آلکان شاید خبر ندارد. خیر نوارها اصلی هستند یا اینکه با منتاژ یگان اصول دیگری آماده شده‌اند؟ اصلی بودن این نوارها معلوم نیست. مقصد تهدید کنی البته. خیر شخصیت زنی در نوار بوده رو نیز معلوم سازید. سردارم
لبای در داخل فلش دیسک یک چیز دیگری هم هست. چیست؟ با شما نیز علاقمند است. با من؟ بله. در داخل فلش دیسک بغیر از این نوار باز یک رویخط یافتیم. داخل یک پاپکا در شکل بار در رویخط سر کرده از بعضی کارکنان و آدمان شناخته سیاستمدار تا بیوروکرات‌ها بسیار نامه است. پهلوی بعضیشان علامت جمع است. در رویخط یک نام شناسمان است. پروکورور جناب سوها. خیر، با من چه علاقه دارد؟ نام شما هم در آن رویخط هست ولی در نزد نامتون اشاره نیست. یگید با من میم دوه رو یاب. خوب شده سردارم. عادتا صحنه رو تیار میکردگی خودی تهدیدگر میباشد. یعنی گفتن میخوای که شخصی که کارچالان ارتکین ارکان رو به نوار گرفته است خودی همون آدمی که این صحنه رو آماده نموده است. عیناً سردارم. یعنی نوارها رو مکان، کامera و همه چیز رو خودی تهدیدگر آماده میسازد. خیر، تنها برای پول کار کردن تهدید میکند؟ بعضی تهدیدگران از روی سپارش کار میکنند. مثلا گوییم بین دو گروه یگون کشمکشی هست. مخصوصا در تلویزیون و رادیو با این زود وا میخوریم. یک گروه درباره دیگرش برای اقتدار به دست آوردن، برای آنها رو مجبور ساختن درباره یگان شخصی مهم که برای تهدید استفاده برده میتوانند پیدا کردن. یا اینکه آماده میسازند. بله. یعنی به تهدیدگران سپارش میدهد. باز چی؟ دیگر طرفی مسئله باشد به خودی تهدیدگر وابسته است. تهدیدگر برای پول کار کردن این رو آماده میسازد. فهمو. خیر، درباره واقع ما یکیت به تو معلومات داد؟ بله سردارم. چی فکر داری؟ احتمال هنگام عملیات های پیشتراتون کسی رو سخت ناراحت کردید و همون کس به همین تهدیدگران از بالای شما سپارش داد. گویا آنها در دست چیزی ندارن، همین خیر؟ البته ندارن ولی خودشون ترتیب داده میتوانند. یعنی چی خیل؟ یعنی اگر چیزی پیدا کرده نتوانند با واسطه تنظیم یا یگون راه دیگر کاری نبوده رو چون بوده نشان میدهند. در این دولت هم تنظیمگران و هم تهمت پخشونان بدندش خیلی زیادند. یا دورید از اینها دستالقبل خیلی زیاد تیار کرده شده بود. خوش، در واقع ما شخص سپارش ها رو میگرفتگی کیست؟ یک لحظه. جناب کوزی، مرا با نامم گرفته مراجعت نمی کنند. نمیدانیم اگر. ببخشید خطکشان ناومد. در باغ در برداشتن تجهیزات الکترونی را من کردم. فراموش کرده ایم اگر. میدانی این چیست؟ گوشتی است. بخور این رو. و تو گفتم بخور. ابله بهونر، گوی ماشینم را آماده سازند. برای زنگ زدن به شهر میرویم. لبای روز بخیر. شما کیستید؟ چقدر شما کیستید؟ آدمی از همان لحظه خوشبختی به نوار گرفته را نشناختیم اگر؟ بینید، پولی طلب کردنتون رو هنوز آماده کردن نتوانستم. 700,000 دلار پولی کم نیست. 700 برایم پولی مغزو چاست. امروز ها موج بحران مالیوی ما رو محو کرد. من به اینش زیخ شدم. لیکن نرخ باز کمی زیاد شد. 1 میلیون شد. وگرنه مجبور میشوم که نوارهایت را به همه شبکه‌های اینترنتی روان سازم. ستاره سال فیلم‌های بی‌شرمی. التجا میکنم. حالا وقتی به من دادهتون نرسیده است. 1 هفته گفته بودید. بعضی چیزها تغییر یافتند. امروز دادنم غیر امکان است.
илоҷ надорам. танҳо 1 соат. имрӯз шояд полисо оянд барои зиёратам. ин ба корамгон халале намерасонад. агар ба онҳо ягон чиз бигӯӣ ба гӯшам албатта мерасад. инаш бароят хуб намешавад. бовар кун ва боз ҳам бадтар мешавад. он вақт алмоси қошуқшедро дӣ ҳам фарқе надорад. агар ба полис хабар диҳӣ дон ки наворҳоят дар интернетанд. намедонам фаҳмонда тавонистам ё не. аз хотири набарор танҳо 1 соат вақт дорӣ. ақаллан то шом иҷозат диҳед. ҳар майлаш то соати 6. баъди 6 дар интернети дарё дор. алло алло алло. чӣ кор карда истодаӣ? аксгириро дӯст медорӣ? хеле хуб. лекин ман ҳеҷ дӯст намедорам. шукр кун ки суратгирак рақамӣ нест. вагарна бо суратгиракат ба дарё мепардохтам. одамони ба санъат бетараф буда бисёр аст. ҳамин хел не? мутобиқи ин нақшаҳо сардорам. биё. хостам соати бо алкан эртекен вохӯрданро муайян кунам, вале котибааш гуфт ки қабул карда наметавонад. хуб. ин тар бошад мо ҳамчун меҳмони нохонда меравем. бале, ҳамин тавр сардорам. мемдӯ, ту низ агар дар бораи ҳамон шефи махфӣ маълумоте пайдо карда тавонӣ, зуд ба назди мо баргард. хуб, гурги кадом ҷангал буданашро донем. хуб сардор, парво накунед. бе ин ҳам якчанд нафар ба ин кор машғуланд. аз мутахассисони ҳамин соҳа мепурсам. чӣ будани мол ва кӣ будани шефашро мефаҳмам албатта. хуб, йигит, рафтем. хуб шуда сардорам. ҷаноби алкан шуморо қабул карда наметавонад. берухсат ба ҷои даромаданро намеписандам, лекин барои ҷаноби алкан вазъият бисёр оҷил аст. аммо аз ин наворҳо хабар доред, ҷаноби алкан? ба шумо мегӯям, ҷаноби алкан, аз ин наворҳо хабардор будед? шуморо таҳдид намуданд? биёед, ҷаноби алкан, мо ин ҷо барои шуморо шармсор намудан наомадем. барои дастгир намудани одамони пасте ки шуморо ба ин дом гирифтор намудан омадем. вале ба мо ёрӣ доданатон лозим. ба шумо занг зада гуфтанд ки чизе нагӯед, ҳаминтор не? ҳаминашро аниқ донед. агар гап назанед, то даме ки наворҳо дар дасти ӯ ҳастанд, шумо ғуломӣ ҳастед. хоҳед тамоми пули аз шумо талаб кардаашро диҳед. бо як шахси бадахлоқ сару кор доред. аз шумо барои ҳамон наворҳо бори дигар пул напурсиданашро кафолат дода метавонед? аммо агар гап занед барои ӯро дастгир карданамон, шумо ба мо ёрӣ. агар ба шумо гап занам, дар байни 1 соат наворҳоро ба шабакаҳои интернет медиҳам гуфт. ӯро мешиносед? не, танҳо 1-2 бор занг зада буду халос. ва ҳамчун хати электронӣ аз ҳамин наворҳо
як чанд расм равон карда буд. аз шумо чӣ миқдор пул пурсид? хеле зиёд. хайр додед? бори охир кай занг зада буд? шумо наомада тақрибан 1 соат пештар. аслан 1 ҳафта муҳлат дода буд. имрӯз занг зад ва пулро то соати 6 пардохт карданамро фармуд. лекин аҷибтараш полис омада метавонад гуфт. агар ба онҳо гап зани ҳамон замон дар интернет пахш мекунам гуфт. аз ин мебарояд ки хатбаракро дастгир карданамонро медонад. аз ӯ ҳамеша як қадам пеш буданамон лозим. чӣ хел хатбарак? ором шавед ҷаноби алкан. шуданаш ғайриимкон аст. ман оила дорам, эътибор дорам. зани дар намор бударо мешиносед? не. вақти ба анқара рафтанам шинос шуда будем. бо тиҷорати байналхалқӣ машғул будааст. бо тиҷорат машғул буданаш аниқ. номашро медонед? пелин гуфта буд, лекин насабашро намедонам. набай хуб майлаш. баъд аз гирифтани иҷозатҳои лозима бачаҳо аз гурӯҳи техникӣ дарҳол рақамҳои ба шуморо зангзадаро тафтиш карда мебароянд. хавотир нашавед. вай ҳарифи хаткашро меёбем. пеш аз соати 6 ӯро ёфта метавонед? бачаҳо изи зани дар намор бударо ёфтанд. биё ба дидани ӯ равем. итоат сардорам. یعنی همین خیر؟ بله جناب. پلیس بودنش رو فهمیدم. حتی خوش؟ یک دوشون از روی خطی سپارش فرموده شما بوده است. کی بوده است؟ سردار قسم تقویت امنیت. نجیب یلمز. در خاطرم هست این نام. گفتگی بر این آدم را کی سپارش داده بود؟ خیر، بلا پسش اکنون از این سپارش خلاص شد. حالا زیر نظری من است. اما اول با همون الکن مسئله ما رو حل کنیم. مسئله منیکینمون چی بود نامش؟ بوکیت بود؟ با او تماس گرفتی؟ گرفتیم. لیکن افسوس دیگر باره با او به تماس برآمده نتوانستیم. زیغ شدم. بوکیت پامیر 2-3 ساعت پیشتر فکر میکنم که او را بوغی کردند. این حریف هر کسی نباشه تمام معلومات ها رو سری وقت به او برده میرساند. سردار از برخالته زن یک کارتی تلفنی برآمد. انا همین. این روزها کارت تلفنی استفاده میبردگی است مگر؟ سردارم، حجرچه‌های تلفنی عمومی اند. اگر شخصی زنگ زننده ناعیان و پنهان ماندن خواهد، یگان راه انتخاب کردهش بودگی است. بله درست. اما این هم یک کارتی است که در داخلش چیزی دارد. همین خیلی نه؟ درست است سردارم. از روی این کارت به کجاها زنگ زده شده است فهمیده میتونید؟ البته. خوب شخصانی و زیارت زن آمده را جستجو کنید. نام یا نواری و با این کارت به کدام رقم ها زنگ زده شد روی خطی همش را یابید. اطاعت سردارم. لبای ممدوح. خوب. سردارم ممدوح با شما بخوردن میخواهد. خوب. بیا رویم. این عکس سال گذشته در بلغارستان گرفته شده است. از همه صورتی نوترینش همین است. با نام فیش ایوانی بیرو یا اینکه دستپوشی سفید مشهور است. نام اصلیش کوزی اونسیوان.
то соли 1981 дар ташкилоти инкишоф кор кардааст, лекин соли 1981 аз сабаби ба шарқ дар бораи Туркия маълумот фурӯхтанаш ошкор шуд ва дар асл дар бораи Туркия ҷосусӣ карданаш низ маълум шуд ва аз вазифа сабукдӯшаш карданд. ҳангоми дар вазифа буданаш қариб ки аз ҳар қишри ҷомеа шахсони обрӯмандро бо роҳи ғайриқонунӣ бадном карданаш низ ошкор шуд. ҳангоме ки аз болояш парвандаи ҷиноӣ кушода мешавад, аз маркази ҷумҳурӣ мегурезад. чаро ба мо ин ҳарифи новакорро нақл карда судаӣ? зеро одати бадномкунияш хотима наёфтааст ва ба мавзеи дигар гузаштааст. ба кори таҳдиду иғвогарӣ? бале, камераҳои пинҳони аксбардорӣ ва ғайра. ҳам барои худ ва ҳам аз рӯи супориш кор мекунад. ҳариф саноати таҳдидкунӣ сохтааст гӯй? дуруст сардорам. дар масъалаи мо шахси гумонбар шуда аслан ҳамин ҳарифи новакор аст. аз рӯи гуфтаҳои рафиқи мутахассиси ҳамин кор, гумонбари аввалин дараҷа ӯст. вақтҳои охир аз ҷониби баъзе гурӯҳҳо ба ӯ супоришҳои таҳдидсозӣ омадааст. ба ин ҳам дар дасташ архиви калоне ҳаст. бойгории таҳдидсозӣ? бале, аз санъаткорони машҳур сар карда то баъзе одамони мансабдори давлатӣ барои истифодаи баъзеҳояшон замони мувофиқтаринро интизор аст. натиҷа? нафаҳмидам сардор. яъне ин маълумотҳои додагиат ба мо шумо ягон фоидае меорад? яъне дар хусуси айни ҳол дар куҷо буданаш маълумоти аниқ дорем, пас ӯро дастгир карда метавонем? афсӯс, зеро чунин як одаме ки бо камера ва таҷҳизоти гӯшкунӣ сару кор дорад, дар хонааш телефон истифода намебарад. ҳатто дар ҷойҳои будааш истифодаи ягон намуди таҷҳизоти электрониро иҷозат намедиҳад. бемории воҳима доштааст. тарси чохкан зери чоҳ. айнан ҳамин хел сардорам. яъне ҳоло ҷояшро намедонем? не. хати алоқае ки ба корчалон алкан занг зада буд маълум шуд? бале сардорам, як телефони мобиле ки танҳо як бор истифода шудааст аз наздикҳои соҳили назди пул занг заданд, танҳо ҳамин. ва мавҷ низ дар он ҷо қатъ гардидааст. саросимаҳо аз ақибашон нишонае мегузорам. ин ҳариф нишонае намондааст. ҳеҷ гап не. ақаллан ҳоло дар истанбул буданашро медонем, ҳамин хел не? ин ҳам бурди кор. یگید با جنوب الکن یک زن زن همون آدم بار دیگر زنگ زده باشد کپوس اطاعت سردارم. الو؟ نشانه اینترنتی که فیلم های بی‌شرمید را تماشا کرده میتوانی گویم؟ نفهمیدم. من فکرم بسیار هم خوب فهمیدی. حالا در اینترنتی تقریبا به 100 شبکه اینترنتی نوارهایت را روانه بودم. به روزنامه‌ها نیز مکتوب‌های الکترونی فرستادم. البته 7 میلیارد آدم تو را تماشا میکنند. ایستید. التماس. درا جناب سخا به شما مکتوب اومده است. بالای میز گذار. لبای روز بخیر جناب پروکورور، چه هستید؟ با کی گپ میزنم؟ کی بودنم مهم نیست. چخیلی که از آوازتون میفهمم ظرفی روان کردم رو هنوز نگرفته اید یا نکشاده اید؟ کیستید و چی میخواهید؟ یعنی کشاده اید. راستیگه به سالتون نگاه نکرده به نیرویتون حیران شدم. تو با کی گپ زدن با کی رو تهدید کردنت خبر داری؟ البته جناب سوها برگمن، در بارتان آنقدر چیز میدانم که کی پای شما و شما پای کی را زیر کردنتان را خوب میدانم. خیر، این حالا مهم نیست.
در امنیت در قسم تقویت شخصی زیر پرسش بوده هست. میخوام که او را رها کنم وگرنه نواری رسمای فاجعه آوری که در دست داریم به جایهای لازمی روان میکنم. جزای تهدید کننده رو میدونی همین خیلی نه؟ باز در موقعی من بوده. مایلش پرونده کشای جناب سوها. من راضی. همه فهمد به من هیچ فرق ندارد. به جا آوردنی خواهشم را زیاد نبرارید. درخواستم را اجرا کنید. در امان میمانید. الو 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 بله باز یک ماهی کلان به شست افتاد. کسی به نزدم ندارد. تلفنم پیوست نکن. الو جانکم. لبه جانکم در کجایی؟ با دخترت به خرید کنی بر اومدیم. از من گویا نشنیدی. برایت یک گلسوک عجیبی گرفتم برای زاد و روزت. الو مرا میشنوی؟ میشنوم. یک سفری غریب چش داشت بر اومد. سفر؟ خودم زنگ زدنی بودم. سفر؟ چه خیلی سفر جانکم؟ این ما به هیچ کجا رفتنی نبودیم. گوش کنید خانم. با جناب الکن وا خوردنمان لازم. گوش کنید جناب. به شما گفتم که در اومدن نمیتوانید. حتی با تلفن هم گپ زدن نمیتوانید. این ناگهان شد. یک زنگ زنم گفتم. جانکم بگو زاد روزت است. هنوز جشن نمیگیری مگر به کجا میروی؟ بدور. خدایا بگو نیستی؟ احتمال بوده نمیتوانم. مرا میبخشی. این چی گفتگیه؟ از کجا بر اومد این گپ؟ از روی عادت. پیش از رفتنم. عارف تو پیشتر این خیلی عادت نداشتی کو؟ سراب تو را بسیار رنجاندم. همت تو و آیرم را ندانستم. التماس مرا ببخش. مبالغه نکن الکن بخیر است. آوازت کم چخیل. وای کمی شمال کشیدم خیالم. خیر تو دیدن. صبر کن اقلان به کجا رفتنت رو گوی. خاموش کردنم لازم. ایستید به شما گفتم که در آمدن ممکن نیست. من باشد آجیل است گفتم. من از قسم تقویت آمدم. سردار امنیت نچه بیلماس آجیل است میگویم نمیفهمید. با جناب الکن حتما صحبت کردنم لازم. گوش کنید. از کجایی که نباشید، کسی که نباشید، جناب الکن ناراحت شدن نمیخواهند. خواهش میکنم خانم شما آرام شوید. برای ما دو چای فرمایید. جناب الکن. جناب الکن ایستید. آرام شوید. نزدیک نشوید. جناب الکن حیاتتان را فکر کنید. حیاتم ماند مگر. میدانم شما را باز تهدید نمودم این خیلی نه، لیکن به ما کمک رسونید. او را دستگیر میکنیم. دستگیر کنید یا نکنید دیگر فرق ندارد. مرا در تمام دنیا شرمنده کرده است. نوارها را به اینترنت داده است. پگاه دخترم، رفیقان دخترم، همسرم و گرد و اطرافیانش همه‌شان همان نوارها را میبینند. لیکن برای دیگران فرق میکند. قانون است، عدالت هست. با من کسی یاری کرده نمیتواند. ما یاری داده میتوانیم. بیایید تپانچه را به من دهید. نزدیک نشوید. ملش تنها صحبت کرده ایستادیم. صحبت کردن نمیخواهم. بینید چه روزی خوب است. چقدر از که هوای خوب نشده بود.
روزی خوب. نه. هر انسان خطا میکند. هر کس در زندگی پیشپای خورده میافتد. بعضا برای خیستن میافتیم. مهمش بعد از افتیدن زود خیسته توانستن است. همین خیلی نه؟ بیایید و پا خیزید. همش خوب میشود انشاءالله. جنوبی الکان فاطمه خانم چرا ایستاده اید؟ آب بیاره داخل. حاضر. لابه چی؟ کی اجازه داد؟ خوب کی بود سردارم؟ پروکورور جناب سوهر ها نمودن خطکشانی کار و گنگ را طلب نموده است. آخر سردارم هنوز یگان کسی زبان اشاره را میدونسته که را نیافتیم که او را بازپرسی کنیم. جناب سوهر نیز در همون خط بود میخیل نه؟ بله سردارم. رفتیم. بیرون برو با مهمانمون یک قصه میگویم. لیکن جناب این آدم کر و گنگ است. خودش آدم است که قصه‌ام را گوش میکند. همین دستپوشک ها رو میبینی؟ تا امروز دستپوشک های سفید پوشیدنم را همه مزاح میکردند. سببش را تنها به تو میگویم. کاش شنوا میبودی. خوب وقتی که در تشکیلات دو طرفه کار کردنم معلوم شد از ترکیه گریختم. با کجا رفتم؟ البته به دولتی که معلومات و وطنم را فروختم. آنجا مرا چخیل قبول کردن تصور کردن نمیتوانی. با خود رئیس تشکیلات آن دولت رو برو نشسته خوراک خوردیم. بعد مرا به یک جا بردند، به یک تهخانه. در تهخانه مثل همین اکواریوم یک چیزی بود. رئیس، شخصی که وطن خود را فروخته است ما را نیز فروخته میتواند. به تو چنان یک نشانه مانیم که به دوباره فروختن عقلت نرسد گفت. و بعدا آدمانی در نزد بوده دستم را به اکواریوم انداختن. اکواریوم با آب پر نبود، البته با کسلاته پر بود، عیناً مثل همین. بعد که دستانم به چنین حالت آمدن به دست پوشک پوشی شروع کردم. لیکن سبب اساسی پنهان کردن سوختگی های دستم نه. با این دستان بسیار کارهای افلاس کردم، بسیار. تنها با دست پوشکی سفید گشته می توانستم. بسیار پر احساس شد خیالم. بله دوستم، قصه من همین قدر. بعد از این قصه تو سر می شود. سبب این کار رو دوست نداشتنم همین است. همیشه دست پوشک ها را عوض کردن لازم است. سرداران، شاید عملیات ناگهانی گذرانیم، زیرا که فرصت خیلی تنگ است. سردار، کارت تلفنی در حجره آن زنی در نوار بوده ای که با آن کارچلان جناب الکان تهدید شده بود تشخیص کردیم. نتیجه؟ همه رقم های زنگ زده آن زن را معلوم ساختیم. تنها یک تایش شبهه به میان آورد. در یک جای عجیبه در انبار.
خیر. عملیات را سر کنیم. برای این اجازتنامه جناب سوها لازم است و فکرم او را شخصا باید زیارت کنیم. تو اینجا مان. خوب شده سردارم. даромади гавсардор наворҳои ҷаноби алканро тавассути интернет доданд. якчанд шабакаҳои хабарӣ номи ӯро аз наворҳо гирифта ҳатто расмои кошинкорӣ паҳн намуданд. حریفان ناکس. خیر نوارها از کجا آیند مگر یافته نمی شود؟ аввалин бор бо кадом шабакаи интернетӣ равон карда шуда бошад аз рӯи IP ҳамон компютер ягон чиз дарёфт карда метавонем. بسیار خوب. دیگه تو با نیازی با این کارها مشغول شد. اطاعت سردارم. من به نزد جناب پروکورور میروم. тамом рафтем. боз як масъалаи дигаре ҳам ҳаст. نه قطعیان نمیشود. جناب سوها گوش کنید. در وی انبار آید آن دسته تهدیدگران بسیار چیزهای مهم پیدا کرده میتوانیم. نجیب سردار لطفاً به خود آید. باقی گپ زدنتان را میدانیم. به یگان دلیل باوری آور به شما اجازه داده نمیتوانم. من هم مسئولیت دارم. من نترس شما نیستم. درست میگوید جناب. تنها برای قانع نمودن مقصدم میپرسم. خطبرک رو رها نمودید. چرا؟ جناب سوها با شما اینقدر کار کردیم. الکی با شما همکار به حساب میرویم. از روی صمیمیت یک چیز رو میپرسیدم. شما را نیز تهدید نمودند؟ چی گفتن میخواهید؟ کردگی هایتان رو منی داد کرده نمیتوانم. دیگر که ایضاح داده نمیتوانم. بیهودگویی نکنید و لطفاً روید. از لباس های خطبرک، یک فلش دیسک نوارها با تهدید کارچلان الکن ارتکین و یک روی خطی برآمد. شما میفهمید؟ میدانید؟ این به مسئله من چه علاقه دارد؟ در وی روی خط نام شما نیز بود. نجیب سردار لطفاً بروید. با یک مرافعه سودی رفتنم لازم. اجازتنامه‌تان رو انتظار میشوم جناب سوها. با وی انبار تنها با اجازتنامه شما در آمده میتوانید. حیات آدمان دیگر را بیاندیشید. سلامت باشید. سلامت باشید. аз рӯи рақамҳои IP таҳдидгар наворҳоро ба интернет аз кадом компютер равон карданашро ёфтам. بعد аз телеком маълумот гирифта шуд. суроға инҷост. عجبا این کجا باشد؟ بچه ها از روی سراغ جای میرستگیمان یک اینترنت کافه است. بله سرکمیسر. یکی اتان با من آید، دو کسی دیگر اتان بیرون را تفتیش نماید. اطاعت سرکمیسر. آمدم سرکمیسر. ана дар назди ҳамин компютер нишаста буд. رفته. آیا همین است؟ کامپیوترها را یک مدت برای تفتیشات گرفتنم لازم. البته. گرفته. کامera کار میکنه؟ بله سردار. بسیار خوب. از آنه که به اینترنت پیوست شوی از همین کامپیوتر عملی شده است و وقتش نیز معلوم است. ما با سطح‌های کامera نظر کرده میتوانیم؟ البته میتوانم. توسط ана ҳамин компютер хатро равон кардааст. استی؟ سردارم کامپیوتر و ساعتی پیوست شده معلوم شخص باشد همین است. شخصیتش رو معلوم کرده توانستید؟ هنوز نه ولی جستجو داریم سردارم. از اینجا معلوماتی پیدا میکنیم. لیکن من رو چیزی دیگری به اشتراک میارد. چی سردارم؟ در هر مسئله از جناب سوها اجازت گرفتنمون لازم. خیر در اینجا چه مشکلی هست؟ جناب سوها به هر حال چه خیلی که نباشد اجازت نامه میدهد. خوب من میروم. نه رقم تلفن موبیلی همون الکن ارتکین رو شما داشتید؟ ها سردارم. مرحمت.
چیکار میکنیم سردارم؟ وقتی سودا نیست و پیش قدم زدن نتوانیم هم در جای سودامون میجهیم. چرا سردارم؟ چرا؟ همین در جای ایستادهمان جهیدن؟ چی گفتم میخوایی؟ آخر چرا می ایستیم؟ رفته گیریم همان آن برو. چرا میترسیم سردارم؟ پلیس بودن ما رو فراموش نکن. ما راهزن نیستیم. فکر میکنی که من احساسات تو رو نمیفهمم؟ چرا پلیس التهاب زخمی میده میشود؟ چرا؟ قانونهایی هستند که باید رعایت نمایی و دلت سنگ میبندی و انتظار میشوی. انا از همین سبب صبر فعالانه انا همین است. ای کوهلون، تا اون دمی که در دنیا اینقدر بیشرف و بیناموس هست من چه خیلی باصبر شوم ها؟ اگر دانی تو بگو. نیممک خدایا التجا میکنم یاری ده. نیممک چی قوقا میکنی؟ یگان واقع شد مگر؟ نیممکت نمورده اصلا میبینی؟ چی شد امکی؟ امکی نه امک یک میزنم کی؟ فهمیدم هایم نامختی پا من چه خیل به خانه میروم، چه خیل بین مردم میبرایم. تشکر به شما، جانم را خلاص نمودید. من تنها حیات یک کس را یعنی شما را نجات دادگیستم. بله دادگیستم. شما حیات 500 کس را نجات دادن نمیخواهید مگر؟ 500 کس؟ خب چی تا؟ نیممک آخر به یگان بیمارخانه میرفتیم. نه همه میگذارد، همه اساس. و من نگاه کن و تو یک چیزی میگویم. شین اینجا شین. خشم عقل رو میکشد، فهمیدی؟ خشم عقل رو میکشد. هینگی جان خودت رو به دست گیر. با این تپانچه نگاه کن. این رو چی میگفتی؟ ذوالفقار؟ ذوالفقار دیدی این تپانچه نامی مبارک داشته. اینا با عدالت استفاده بردن لازم. تنها با ضد ظالمان استفاده بردن لازم. نباشه شپوتی بخوری. نفهمیدم امک جان. گیر مرا پران. آخر شما چی هم میگوید امکی؟ انا این رو دیدی آزه به کلت بزدم. گیر پران. ای امک شما دیوانه اید مگر؟ ای بچه گفتم که پران. این فقط ظالمان رو میکشد. کنی من ظالم هستم یا نه؟ من عجب شوخی میکنید شما امک. کنی بینیم شاید تو ظالم باشی. امک چیکار میکنید ایستید؟ نترسی بکن. برای خودم نمیترسم امک. شما قاتل میشوید گفتم میترسم. گپ بینیده؟ پرانه نباشد. به همین هم دیوانه هستید و زیر پنجره گرفته نمیتوانند. من هم از این دنیا خلاص میشوم. پرانه تیار هستی؟ پرانه دمک. تپانچه پر از دیدی یا نه؟ پرانه دمک پرانه. ظالم نبوده ای؟ آخرین چه؟ فکر کرده که کراماتم؟ لیکن نه. چشم بندی کردم.
تیری در آنجا بوده؟ انا در اینجاست. اما این تیر چهل برآمد. این رو فراموش نکن. برای استفاده این تپانچه در دایره عدالت بودن لازم. از دایره عدالت بیرون نبرو، فهمیدی؟ وگرنه شباته زلف کار را بخوری. تپانچه گیر. وای بچه در هر جا نپرون، عاقبتش بد می شود. هر کار وقت و ساعت دارد. یکی به من میرسید. وای مسلمان، یکی میمردم. چی میشد؟ آخر مگر خودتان این تیر را از داخل تپانچه نگرفتید؟ این دیگر و وای دیگر. حالا هم نفهمیدید. همه‌اش همین قدر. حیاتم تمام شد. جناب سوها، زیاده از 500 کسی دیگر در چنین وضعیتند. این آدمان هر کسی که نباشند باید آنها را زود دستگیر نمود. مدادگیتان تنها یک اجازتنامه. الو اگید، پروکرور جناب سوها اجازه دادم. گروهت را آماده ساز. درحال انبار را کوبید. درحال. بچه ها، در نزدیکی انبار 2 کس هست. سلاحدار بودنشان از احتمال دور نیست. تمام اطراف انبار محاصره کرده شود. بی خطری انبار تامین کرده شود. بچه ها، رفتیم. پلیس، و زمین، زود! از جایت نجوم. خوب شده است. کشا در را. نمیتوانم اکا. بچه کچه دارم. کشایم مردم. کشا ابله. بچه و کچه داشته باشی در اینجا چیکار میکنی؟ بچه ها، شما هر دویتان به این طرف. 2 کسی شما باشد به آن طرف. سردارم. انبار رو گرفتن یعنی همین خیل؟ بله شف. در سری عملیات کی بوده است؟ سردارشان کیست؟ یک سرداری در روی خط بوده. از این میبرد که وی پولیچه که حریفا او را نابود کردنی بودن چارمغز قوی بوده است. نفهمیدم وی پروکرور پرسیده را چه راضی کننده است. همه جزایش را میبیند. ماشین را تیار کن.
آزان شما کیستید؟ آدمی که وقتهای محرمانه ای تو را میداند. گوش کنید، درباره آن مسئله هر چیزی که از دستم میآید کرده ایستادم. سوزن کامیرا؟ چرا؟ تو هم به کاری من چشم دوختی مگر؟ گوش کنید، من خبرهایتان را پهن کردم، لیکن هنوز نتیجه دلخواه نداده است. ولی میدید از روی تجربه 25 سالم میگویم. امشب برای تو نآمدم. پپکه را بگیر. برای تو آماده شد. چی میخواهید؟ در پپکه معلومات های لازمه هست. امروز امنیت مرا بسیار خفه کرد، خصوصا قسم تقویت. چندین وقت است که سردارشان را میکافتم. آدم اقلا یک تا هم خطاگی ندارد، لیکن دلی نرم و ملایم دارد. ما هم به همین جایش میزنیم. برای نیست نابود کردن این آدم هر چیزی لازم باشد بکن. در پپکه معلومات مفصل هست. انیقش را به من گویید. کارای همه وقت را. اگر گفته‌تان را اجرا کنم؟ میدانی که پیشتر درباره تو بعضی معلومات ها فاشیده بود. با این کار مشغول شده تو را خلاص میکنم. حالا باشد همچون اضافه همه کارهای مرحمانت را به تو هدیه میکنم. کست هایت، صورت هایت ابدا از تو میشوم. تماشابینان محترم، برای کودکانمان که آینده مایند مجبور شدیم که این خبر را پخش کنیم. باوری داریم که شخصان مسئول بعد از این خبر به خلاصه می آیند. این است حقیقت امشب. تا واخوری آینده با امید دریافت حقیقت های نو طرفدار حقیقت باشید. شام بخیر. بله خانم. جناب اوزن برای برنامه حقیقت ها از سردار قسم تقویت نجیب یلماس از سبب عملیات های پربراری در وقت های آخر گذرانیده‌اش درخواست مصاحبه دارد. بله خانم. خوب، من برای درخواست مراجعت میکنم. بعد از شما خبر را انتظار میشویم. همین خیل. خوب، تشکر. درو. جناب اوزن برای مصاحبه آمدند. خب، بعد از 2-3 دقیقه دعوت کنید. تست این کار را انجام دهیم. کارمان به این هم زیاد است. بیا یکی. خوب حلیمه، برآمده میتوانی. اجازه دهید. سردارم، برای گستاخی دیروزم عذر میخواهم. بیادابی کردم. تو رو بسیار خوب میفهمم میگیتم، چون که تو به احوال 10 سال پیش بوده من بسیار مانند هستی. خوب، از پسی کارت شد. فهمیدم. اطاعت سردارم. جنابی اوزن، این پرداز به من نمیزیبد. نه برعکس، چهره‌تان گرم میتابد. جناب نجیب، اصولی کار ما چنین است. این رپورتاج همچون شناسایی با کار بار ما میشد، میتوانی؟ البته.
зеро барои ташкилотамон ин як равиши санҷишӣ мебошад ва муваффақ ҳам мешавем. аз тарафи халқамон шинохта шуданамон низ аз ҳар ҷиҳат хуб мешавад. бале ҷаноби наҷиб, мақсади мо ҳам айнан ҳамин аст. мо ҳам бо барномаҳоямон ҳамеша тарафдори амниятамон ҳастем. агар омода бошед оғоз кунем. сар мекунем? оғоз мекунем. агар хоҳиш кунам хонум мебар омода бошам. майлаш ҳалима ту дар берун интизор шав агар хоҳӣ. диққатамонро парешон накунам мегӯям. سه دو یک ثبت. حالا ما در بینای شعبه تقویتی وزارت امنیت که با طرز سنجشی تشکیل شده است حضور داریم. شعبه تقویت در مدت کوتاه با موفقیت‌های نظررس نائل گشته است. این هنگام مهمان ما سردار شعبه نجیب یلمیز هستند. روزتان بخیر جناب. روز بخیر. می‌بینم که کامیابی‌هایتان زیاد است. تشکر. خصوصا تا زمانی که از بالایتان در نوشهر پرونده گشاده بودند. خطا نکنم همان وقت شما یک پروکوروری روشن فکر را دستگیر کرده بودید. جناب آزان درباره قسم تقویت صحبت نمی‌کردیم مگر؟ بعد از شما را خوبتر شناساندن جناب، لطفاً ادامه میدیم. با اجازت شما درباره موضوع صحبت کردن نمیخواهم. درباره قسم تقویت صحبت کردن میتوانیم؟ جناب صبر دوام دارد. هنگام دستگیر نمودن همان پروکورور شما را به مرافعه سودی کشیده بودند و به این سبب بالا رویتان در منصب خلل دار شده بود. حالا به جای آن که مدیر امنیتی درجه 4 باشید سردار یک شعبه هستید. چرا چنین حادثه رخ داد؟ چرا یک پروکوروری روشن فکر شناخته ناحق دستگیر کرده شد؟ اولا همین را قطع کنم که قصه‌خوانی را دوست نمی‌دارم. اکنون به سوالاتون برگردیم. پروکورور ذکر شده با بعضی کارهای افلاسی به مانند تمجویی دست زده بود. آید همان مسئله در دست دلیل ها نیز داشتیم و همان پروکورور را به همین هم موافق قانون از روی تعیینات یک پروکورور دیگر دستگیر کردیم. بعد آن شخص که تا آن دم مثل گفتگی شما درباره مؤثریت یگان بار سخن نرانده بود. از این سبب بعد از دستگیر شدن به معنی دادکنی های عجیبی شروع نمود و در یک سوختوری که سببش آشکار کردن نتوانستند همه دلیل ها آید همان پروکورور سوخته نابود شدند و پرونده را از سبب نارسایی دلیل محکم کردند. بعد از آن شخص از روی من شکایت کرد. در امنیت نیز از بالایم پرونده گشاده شد. از دواره ها یافتم، اما از طرف اداره از سبب تا حال نامعلوم گناهکار دانسته شدم و در رتبه موقوف گذاشتند. ما هم نسبت اداره اعتراض بیان نکردیم و با کارمان دوام داده ایستادیم. حالا علاوه بر همه این نقل‌های کردم ضد ارزش‌ها دموکراتیک کنانی دولت سخن گفتنم را انتظارید. قصدتان همین است محترم آذان دینچر. به خدایت لطفاً. برعکس من همچون کارکن امنیت و مثل ارزش‌های دموکراتیا بر این ارزش‌های دنیوی و اداره‌ای که حمایتگر عدالت است تقریباً 16 سال خدمت می‌کنم. حالا با مسئله اساسی همون، یعنی با سوالی که با قسم تقویت داخل دارد گذشته می‌توانیم لطفاً. عذر می‌خواهم جناب، من شما را رنجاندنی نیستم. اگر خواهید چیزی که گفتید درباره شعبه‌تان صحبت می‌کنیم و ما کمی درباره شعبه تقویت معلومات می‌دادید. البته قسم تقویت از جانب وزارت پروکورور ذکر شده با بعضی کارهای گذارم اینها را به اول بیار. شد شدیست کمی پیشتر گیر. ضد ارزش‌ها دموکراتیک کنانی دولت سخن گفتنم را انتظارید. قصدتان همین است محترم آذان دینچر. به خدایت لطفاً. من ضد ارزش‌های دموکراتیک کنانی دولت سخنم را انتظارید. از اول و آخرش کمی میپرتایم. من ضد ارزش‌های دموکراتیک کنانی دولت میباشم.
آخرش را تازه کن. من ضد ارزش‌های دموکراتی کنانی دولت میباشم. عالی جناب. خیلی خوب. اکنون آن را تکرار کنم. من ضد ارزش‌های دموکراتی کنانی دولت میباشم. من ضد ارزش‌های دموکراتی کنانی دولت میباشم. من ضد ارزش‌های دموکراتی کنانی دولت میباشم. فوادی بهترین. چه گفتی؟ اوکی روز ما میتونستیم در خانه تماشا کنیم. نه اکا دکان مساید اینجا خوبتر است. بسیار در هیجانم. رانا را تعریف کردید که مشهور شده ایستاده ای گفته. شما هم مشهور میشوید. تا بعضا از کجا میبافی این سخنان رو؟ من نه تقویت درباره قسم تقویت میباشد. افتی مرا کی به یاد میارد؟ نه سردارم این چیزی اندک نیست. ریتینگ برنامه اوزندینچر خیلی بلند است. انا بینید رانا چی میگوید؟ بسیار زنها هستن که برنامه را تماشا میکنند. همین خیلی نه رانا؟ یا توبه زنه چه علاقه دارد؟ با سر نکن آخر. خواستی که من تماشا کنم برای همین آمدم. نباشد کارمون به این هم بسیار است. فکری من در کجاست؟ فکری تو در کجاست؟ حسبی الله. اپا خاموش برنامه سر می شود. 3 2 1 ثبت. حقیقت ها آغاز می‌یابد. تماشابینان محترم، این شام باز با خبرهای عجیبی که برایتان آماده ساختیم با شما میباشیم. شعبه تقویت وزارت امنیتی استانبول که با طرز سنجشی تشکیل شده در وقتهای آخر کمبودی‌های مهمی زیادی را آشکار نموده است. از این سبب ما می‌خواهیم درباره این شبهه که کارش با برار است معلومات بگیریم. به این مقصد ما به نزد سردار شعبه مذکور نجیب یلمخ رفتیم. ایشان از آغاز صحبت با آوازی بلند و جای آن که به سوالهایمان پاسخ دهند با یک طرز عجیبی به مالکیت و جمهوریمان هجوم کردند. اگر صاحب منصبی که امنیتمان به دست اوست چنین فکر کند پس تقدیر دولت ما چگونه می شود؟ جامعه ما را خطر تهدید می کند. امیدواریم که مسئولین این همه را می شنوند و چاره ها خواهند اندیشید. مرحمت تماشا کنید. من ضد ارزش‌های دموکراتی کنانی دولت میباشم. من ضد ارزش‌های دموکراتی کنانی دولت میباشم. من ضد ارزش‌های دموکراتی کنانی دولت میباشم. انقلابی است. پس دیگری است. این آدم گفته هایم را منتج کرانده است. این دولت برایمان از گذشتگانمان امانت مانده است. هر یکی ما باید آن را چون گوهرکی چشم حفظ کنیم. نگذاریم که ایواگران مفکوره مردم ما را با عقیده های دشمنانه‌شان آلوده سازند. دشمنان داخلی خفناکترند. بینندگان عزیز، معلوم می شود که ما مار در آستین می پروریم. حریف ناکس. سردارم این سخنها از دهانتون چه خبر اومد؟ من درباره دیگر مسئله گپ میزنم. البته این چیزهای خستگیش رو بریده اختصار کرد و در نتیجه همین چیز حاصل شد. این چه گپ است؟ چه حرف است سردارم؟ پس از چند لحظه صحبتمان ادامه می‌یابد. با ما بمانید. عالی! چقدر بود محلقا؟ دکمه چرا؟ انا همین خیلی پخش میکنند. همش مات و محبود شده ایست ها؟ سردارم از روی تعیینات پروکورور جناب سوها مجبور هستم که برای بازپرسی شما را زیر نظارت گیرم. تو چی ها میگویی تیمور؟ تنها فرمان پروکورور جناب سوها را به جا آورده ایستادم. افسوس. ای تو چیکار میکنی ها؟ تو چیکار میکنی؟ یگیت مان وظیفه‌اش را اجرا نماید. ابله مگر در همکاری این ممکن است؟ بگو ابله. من تنها فرمان را. یگیت
زود تیمور را سر ده. ما پلیس هستیم، راهزن نه. و قانون از همه بیشتر ما باید حرمت نشون دهیم. رفته میتوانیم. یگت و خدای کودک نشو. تنها یک نافهمی شده است. این کارها رو خودت میدونی کن. این ولوله و هنگامه ها و کسی لازم است. کسی را به این نوارها احتیاجی بود است. زیق نشو. همش خوب میشو. نجیب دادا جون زیق نشو دخترم. چیزی نیست. مگاوا میخوریم. لیکن گیره کردن خوب نیست. وادت یدکی میآید. وعده میدیم. کنی بچه ها رفتیم. حامیان فیلم در استودیوی مرکزی پرودیوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. محرر غیوری اشور، کارگردان آواز و تنظیمگر امیدجان علیه، ترجمان اکملی احسان، راهبری گروه ایجادی فرهاد سفرов، پرودیوسر کامل جان سفرов. به نقش ها آواز دادند فیروز عمر، عاطف خادر، ملاحت عبدالله، محمدی مرزا علی، ملاحت کمال، ناصر حسن، مولانا بانو، سلطان مراد بابا مراد، محمد جان شادی، فرخ عبدالرحمن، سید اکبر جلالов، فردوس حسنов، شهرت رحمت الله، علی شیر آدینایف، نسای محمد جان، مهرانگیز و فرقان.